حرمت قرآن یا به حرمت رمضان یا به حرمت پیغمبر دعا کردن جایز است؟ آیا این چیزها اصل شرعی دارد یا نه؟ خب به حرمت قرآنش جایز است، چون قرآن کلام خداست و کلام خدا یکی از صفات پروردگار است. پس گویا شما یکی از صفات خدا را در دعای خود وسیله کرده اید که این دعا وسیله کردن اسما و صفات پروردگار در دعا، این مسئله است که تمام علما و فقها و محدثین اجماع بران دارند، اتفاق رأی دارند، اختلاف در این مسئله نیست. اما به حرمت رمضان و به حرمت انبیا یا به حرمت فلان شخص، این مسئله اختلافی است. در این باب مثلا چی از خود امام های مذهب ما، مثلا امام اعظم و ابو یوسف رحمت الله علیه در این باره قول بر کراهیتش روایت شده است. بنابراین فقهای ما وسیله کردن غیر اسماء و صفات، خصوصا به حق فلان و به حق حتی انبیا و به حق مثلا چیزا، امام اعظم مکروه گفته. من این عباره ای که صاحب قدوری نقل کرده است، صاحب خلاصة الفتاوا که فتاوای معروف در دیار ما هستند، صاحب هدایه نقل کرده است. میارم از امام اعظم که میفرمایند یکره فی دعائها ان یقول بحق فلان و کذا بحق انبیائک و اولیائک یا بحق البیت یا بحق المشعر الحرام لانه لا حق لمخلوق علی الله. مثلا یه شخص دعا میکنه میگه خدا به حق مثلا حضرت مولانا یا به حق مثلا پیامبران است یا به حق دوستان است یا به حق خانه خدا مسجد الحرام یا مشعر الحرام، حق اینها رو وسیله میکند و بر خدا دعا میکند، نگد مکروه است. لانه لا حق لمخلوق علی الله، زیرا هیچ کسی حق بر خدا ندارد، هیچ مخلوق حق بر خدا ندارد که ما حق او را وسیله کنیم برای خدا را ملزم کردن، مجبور کردن که دعای ما را قبول بکند. امام اعظم صراحتا این سخن گفته بودند که لا ينبغي لأحد ان يدعو الله الا به، لازم نیست گفته کسی وقتی خدا را میخواند مگر به وسیله اسم و صفات خودش بخواند. و اکره ان یقول بحق خلق، من مکروه میشمارم وقتی که میگوید به حق فلان بنده ای خدا من از این مسئله این دعا رو مسئله داره. حضرت ابو یوسف هم همین سخن گفته بودند اکره ان یقول بحق انبیائک یا بحق البیت. خوب، پس لفظ حق ذکر کردن یا لفظ حرمت ذکر کردن در وسیله دعا مثلا معلوم میشد در مذهب ما اختلاف است. فقط از عز ابن عبدالسلام که یکی از فقهای مذهب ما هست و ایشان حتی در نزد سلفی ها هم اعتراف دارند، شرح عقیده طحاویش حتی در سعودیه در جامعه دست داده می شود، ایشان در فتاواشان گفته بودند که لا یجوز ان یتوسل الی الله باحد من خلقه الا برسول الله، جایز نیست کسی در وقت دعا کردن یکی از بنده های خدا رو وسیله کند مگر پیغمبر خدا. رسول اکرم این کس استثناء کردند، این پیغمبر خدا رو وسیله کند به حرمت حبیب و به حرمت پیغمبر جایز است گفته است. امام اعظم و ابو یوسف مطلق مکروه میگن، ولی ایشان جایز گفتند. همون حدیث ضریر، حدیث نابینایی رو که وقتی آمد نزد پیغمبر خدا از حضرت گفت که یک دعای کنید خدا چشم من باز کند، پیغمبر اکرم گفتن میخواهی که خدا برات در عوض این نابینایی بهشت و مثلا درجات بهشت یا جمال خودش تیاد، یا میخواهی که دعا کنم چشم در همین دنیا روشن شود؟ گفت که دعا کن. پیغمبر خدا بعد تعلیمش بدن سر وضو کن، بیا من همین الفاظی رو که من به تو میگویم همینه تو گفتن چی وسیله کرده دعا کن. اللهم انی اتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمه.
اللهم انی اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمه. ای خدا من به تو متوجه شدم، دعا دارم به وسیله پیغمبرت. نمی‌دونی نکن ذات پیغمبر وسیله شدی است، به وسیله پیغمبرت که پیغمبری رحمت است، دعای من ای خدا قبول کن. فشفع فی، شفاعت او را در حق من قبول کن. بعد از این دعا چشم همین نابینا روشن شد. در حدیث صحیح آمده است. این همین حدیث که در شأن پیغمبر خداست، بنابراین رسول اکرم را استثناء کرده، عز بن عبدالسلام اجازت دادیم. خوب با بعضی از فقهای متأخرین من خدا رحمت کند، بعضی کتابات هست، البته من نمیگویم که نیست، که به هم به حق تمام انبیا و اولیا وسیله بگن جایز است، ولی من از امام های مذهب به شما نقل دارم و از کتاب های معتبر مذهب خودمان که خلاصة الفتاوی است، هدایه شریف است، مثلا من تبیین است و قدوری است، از اینا به شما نقل دادم که همین متنهای حتی هدایه در قدوری هم قول امام اعظم ابو یوسف نقل شده است در باب وسیله. پس ما در وقت دعا بهتر از چیز وسیله کنیم؟ بهترین وسیله اسماء و صفات پروردگار است. بنابراین وقتی دعا میکنه ای خدا به حرمت اسماء و صفاتت، خصوصا به حرمت اسم اعظمت، یعنی این وسیله مشروع است، وسیله است که مثلا با صحیح سنت، حتی با آیت قرآن ولا فله الاسماء الحسنى فادعوه بها، خدا میگه خدا اسماء حسنا دارد، به وسیله اسماء حسناش خدا او را بخواند. میگه خدا تعلیم داده است در قرآن. بنابراین بهترین وسیله همین است، وسیله که با اسماء و صفات پروردگار خصوصا اسم ذاتش میکنیم. دویم وسیله عمل صالح. عمل صالح خودتان وسیله کنید میشود. ای خدا به حرمت همین عبادتی که من برای تو خالص لله انجام دادم، خواه نماز است، خواه روزه است، خواه صلات تهجد است، خواه خدمتی در حق پدر و مادرت است، خواه احسان در حق بینواها و بیچاره هاست، همون عمل صالح تو وسیله میکنه. خدا به حرمت همین عبادتم من از تو مسئلت دارم، فلان حاجتی من برار. این درست است، این با حدیث صحیح ثابت شده است. همون 3 نفری که در غار وقتی که بند شدن، این سنگ دهن غار گرفت و محکم کرد، حدیث بخاری است. ثانیه دیگه امکان نبود، اون سنگ خیلی سنگ کلام و تخت سنگ بود، هرچند زور زن در غار باز نشد. ثانیه بعد گفتن اکو دعا میکنیم و هر کدام گفت یه عمل خالصه که برای خدا انجام داده، همون وسیله کنید دعا کنید. یک از خدمتی به پدر و مادر شه که واقعا خدمتگار پدر و مادر بوده، حتی وقتی که گوسفنداش میگوشیده تا شیر اول به پدر و مادر نمیداده، به فرزنداش نمیداده. بنا همین عملش وسیله کرد. خدا گفت اگر همین عمل من مقبول تو شده باشد، به حرمت همین ما را از این تنگنا برآورده گردم. با قدرت الهی سن میگه خورده میگه چی؟ عقب رفت، کمتر سوراخی باز شد، روشنایی در آمد. دیگرش عفت خودشه، تقوای خودشه. این وقتی که قادری بر زنا بود، حتی در یک جای خلوت با یکی از معشوقهاش که دوستش هم میداشت، محبت و عشق و رغبت به او داشت، وقتی که تنها شد یه بار ترس خدا در دلش پیدا شد و از همون عمل قبیح، از همون عمل زشت، از همون زنا و فحشا دست کشید، همون کارو نکرد. بعد دعا کرد همینجا، خدا گفت همون عمل ما از ترس خودت ترک کردم، همین عمل صالح ما اگر به درگاهت قبول باشه، خدا به حرمت بود ما را از این تنگنا رها گردان. یک قدر میگه با سنگ بازتر شد. سومش امانت نگهداریشه. یه شخصی یه مال نگاره دستش امانت میگذارد، یه گوسفند بوده است چون گم میشود، سالها گم میشود، این گوسفند نسل میتید قریب یک رمه میشود، بعد چند سال اون غایب پیدا میشود، همون مالهاش به کلی چه قدری که افزایی شده بود، قدری یک گله شده بود، یک رمه شده بود، به دستش میسپارد، میگه دست من امانت بود، من امانت رو حفظ کردم. خدا به حرمت همین عملی صالح هم که امانت نگهداری است که خدا در قرآن امر کرده که شما امین باشید، اگر مقبول باشد ما را از این حالت تنگره ها سنگ میگه بالاخره باز شد، خارج شدن. انا این وسیله مشروع است. این چنین
دعای بعض دوستای خدا رو وسیله کنید درست است. مثلا پیش یا دوست خدا میرید، یا نفر عالم یا نفر صالح بگه برای ما دعا کن، به حق ما دعا کن، درست است. این وسیله از دعای مثلا همون عالم. این در قرآن ثابت شده است. خدا من قرآن میگه که استعیذ بالله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اگر اونایی که خود ظلم میکنن، گناه میکنن، ای پیغمبر پیش تو بیاین، پس اونها برای گناهاشان استغفار کنن، از خدا با دعا آمرزش گناه طلب کنن و تو هم براشان استغفار کنی، یعنی دعا بکنی. یعنی میگه با واو عاطفه و استغفر لهم الرسول که در قاعده های زبان عربی میگن و المعطوف یغایر و معطوف علی، و تو هم در حقشان دعا بکنی. خدا میگه که البته من اونها رو گناهشون آمرزش میکنم، خدا رو به شک تواب و رحیم میابن اونها. انا از همین آیت کریمه بنابراین انا وسیله مثلا چی دعای مثلا صالحا جایز بدست. خوب، اما یک آدم صالح زنده باشد، حیات باشد، وسیله کنید نشود یا نه؟ این مسئله هم باید دانست. آدم زنده رو وسیله کردنش اجازت دادیم. یه صالحی که زنده است وسیله کنید. اون که الان من گفتم در حق فوت شده ها بود، حق فلانی و حق فلانی، هنان بدون لفظ حق لاکین. من مثل که حضرت عمر وقتی که خوشساله شد، حدیث صحیح از بخاری است، خوشساله شد برای آب طلبیدن، باران طلبیدن، حضرت عباس که عموی پیغمبر خداست وسیله کردن، لیکن نه به حق عباس گفتن. لفظ حق ذکر کردن جایز نیست و گفتن که هیچ که حق بر خدا ندارد. عباس هم حق بر خدا نداشت. انا میخواد دعا کردن، گفتن اللهم کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا. ای خدا وقتش پیغمبر در بین ما بود و پیغمبر وسیله میکردیم، دعا میکنیم به ما باران میفرستادی. الان که پیغمبر در بین ما نیست، از بین ما رفته است، ولی نشانه از پیغمبر که عموی اوس عباس حیات است. ای خدا انا نتوسل الیک بعم نبینا فسقنا. ما الان عموی پیغمبر ما را وسیله میکنیم، ای خدا پس به ما باران فرستاد. لیکن نه به حقی، لفظ حق نباید ذکر کرد. خدا با مثلا انا حرمتی من این فلانی، یا با مثلا طاعت عبادت فلانی، یا به تقوای فلانی همین حاجت من برآورده گردان، گوید ان اینش درست است. اما زنده مرده ها بلکن با اجازت نمیتیم. خوب این سوالم تموم. اوکال با همون نوعش روزه را فاسد میکند یا نه؟ اوکال